خدمت دوستان، همکاران و مخاطبین عزیز اپلیکیشن آفازون سلام عرض می‌کنم. در این بخش از سری برنامه آموزشی می‌پردازیم به امکانات موجود در بخش گفتگوها یا چت روم اپلیکیشن. تا پایان این ویدیو همراه ما باشید. از منوی پایینی اپلیکیشن وارد لیست گفتگوها میشیم. در هر گفتگوی امکاناتی مثل جستجوی سوابق چت وجود داره که با نام، خانوادگی یا شماره تماس میتونیم سرچ بکنیم. میتونیم از امکانات بلاک کردن مخاطبین استفاده بکنیم. میتونیم سوابق چت رو حذف بکنیم. آفازون و امکاناتی که در اپلیکیشن آفازون پیش بینی شده در واقع یک محیط پویا و زنده هست برای برقراری ارتباط با مخاطبین و کلیه کسانی که در عرصه صنعت به فعالیت مشغول هستند و نیاز به این دارند که ارتباط و تعامل برقرار بکنن با تامین کنندگان و مشتریان خودشون. و اپلیکیشن آفازون هم به دنبال این هست که تسهیلات و شرایطی رو فراهم بکنه که این ارتباط و تعامل در بهترین شکلش برای مخاطبین و کاربران عزیز فراهم میشه. از اینکه تا پایان ویدیو با ما همراه بودید سپاسگزارم. تا جلسه بعدی، بدرود.